دوستان عزیزم سلام. شامی توی هر شهر استان گیلان به روش خاصی درست میشه و من امروز میخوام بهتون شامی رودباری رو آموزش بدم. برای درست کردن این شامی خوشمزه و متفاوت اول به گوشت چرخ کردمون پیاز رنده شده و آب گرفته، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، گلپر و سبزی محلی پلنگ مشک یا سبزی‌های معطری مثل ریحون، بنفش و شنبلیله اضافه می‌کنیم و خوب همشون میزنیم و ورزشون میدیم و میذاریم 1 ساعت توی یخچال استراحت کنه. حالا توی مایتابه روغن زیتون میریزیم و شامیامون رو به اندازه کف دست و نازک توی دستمون شکل میدیم و با حرارت ملایم کمی توی روغن سرخش میکنیم. در حین سرخ شدن با قاشق روغن زیتون روش میریزیم و برش میگردونیم تا هر طرفش فقط همینقدر سرخ بشه. بعد پیاز ریز خورد شده رو توی همون روغن زیتون تفت میدیم تا طلایی بشه، گوجه رنده شده بهش اضافه میکنیم، نمک، فلفل سیاه و گلپر بهش میزنیم و کمی که تفتشون دادیم و آبشون کشیده شد شامیا رو میچینیم توی سسمون تا حدوداً 45 دقیقه بپزه و این شامی خوشمزه و متفاوتمون آماده خوردن بشه. به به به. این شامی هم با نون سرو میشه و هم با برنج. امیدوارم شما هم این غذای خاص شمالیا رو درستش کنید و از خوردنش لذت ببرید و بهشت زیر دست آشپزهاست و بس نوش جانت.